عجیب ترین غذاهایی که زندانیا قبل از مرگشون درخواست کردن. شماره 8 ولما بارفید. این پیرزن که خیلی هم از خدا میترسید محکوم به اعدام بود. ولما اولین زنی بود که بعد از 22 سال در ایالات متحده با تزریق آمپول مرگبار اعدام شد، اما نه قبل از اینکه آخرین وعده غذاییش بهش داده شود. ممکنه که شما فکر کنید اون یک چای یا قهوه یا یک دونه کیک سفارش داده باشه، اما من باید بهتون بگم شما کاملا در اشتباهید. اون تنها چیزی که میخواست یک نوشابه کوکاکولا، پنیر دودلز درخواست کرد. اما از یک پیرزن مسیحی که 6 نفر رو کشته چه انتظاری داشتی؟ شماره 7 رابرت آلتون. وقتی که رابرت آخرین وعده غذای خودش رو در محکومیت اعدام در سال 1992 سفارش میداد، اون برای آخرین غذای خودش 21 تکه مرغ سوخالی، 2 تا پیتزای بزرگ، یک بسته 6 تایی پپسی با بستنی، یک بسته باگت ژله‌ای در دسترس اون قرار